شنونده عزیز، حالا گفتاری 23 رو از سلسله خوانش بدیعی از روی رمان ساتیم اولوغزاده واسه در قرائت محمد جان شادیف شنوید. واقعی دخترک میران شاهی این است که سید اسرار خود را زاهد و ترک دنیا کردنشان دهد هم از این 2 سال پیش صغیره 13-14 ساله را از دهه میران شاهی به زنی گرفته بود. مردم حیران ماندند، نمیدانستند کمپیر مادرکلان آن صغیره چطور راضی شدن نبیره نابالغش را به زنی پیرمردی دهد. چطوری که واسه و دیگر باشندگان دره مختار شنیده بودند، کمپیری نام برده واقعه را به مردم چنین شرح می داده است: من شبها با نبیرم در درون کلبه ما می خوابیدیم. بعضی شبها از پشت در و یا از بام آوازی پیری را می شنیدیم که نامم را گرفته می گفت: های حدیچه، من ارواح شوهر تو فیاض می باشم، به سخنم گوش کن. کلید بخت تو و نبیرمان سرمه در دست حضرت سید اسرار شیخ مزار خواجه بلجوان است. سرمه را به حرم مبارک شیخ بسپار، دعای آن حضرت را بگیر. از دعا و دم نفس آن حضرت هر مشکلی تو آسان، حاجتت روا و بخت نبیرمان گشاده می شود. من که چندین شب این آواز را می شنیدم باور کردم و نبیرم را به خانه شیخ برده با 2 دستی ادب به وی سپردم. شیخ شاد شد، مرا دعا کرده پول و چیزی بسیار داد. بعدها بعضی آدمان نکته سنج کمپیری مفهومات پرست را مسخره کرده می گفتند که ای مادراز عقل کوتاه، فریب خورده ای. صاحب آوازی که تو شبها از پشت درت یا بامت می شنیدی خودی سید اسرار بود. نقل کمپیر راست بود یا دروغ، به هر حال سرمه زوجه سید اسرار شد و تا الوقت در حرم او می باشد. از همان وقت این جانب بسیار مردم اطراف و اکناف از شیخ روی گردانیده او را بد میدیدگی شده ماندند. از همین وجه واسی هم او را بد میدید. با وجود این از روی سادگی دیهاتیانش امانت اشور مرحوم را به شیخ سپرده بود. وی به شیخی فریبگر: به هرچی منکر شوید هم به این چیز منکر نشوید، تقصیر از خدا ترسید. آخر آدم حق یک پیرزنی بی کسی مشتی پر را خورده رود مگر از این هم سختر گناه می شود. گفته کوشش کرد او را به انصاف و وجدانش را به جنبش آورد، اما کوشش او سود نبخشید. شیخ به مریدانش، همان مریدانی که در مدرسه حصار تنگه های مزدوری واسه را به یغما برده بودند، فرمود آنها دعواگری مات گشته هوش از سر پریده را زده زده از مزار بیرون کردند. واسه علم زده پریشان حال در کوی کوچه های بلجوان سرگردان گشته آن روز را به شب آورد. فکر میکرد که کجا رود، چی کند، درد خود کی را گوید. اگرچه به خودش هیچ خف دعوایی از جانب مادر اشور نبود، اما او به این بی‌انصافی در حق کمپیری بینوا صادر شده هرگز تن داده نمیتوانست. به خود قرار داد که از قاضی تا به حاکم نشود تا به خود امیر رود و داد کمپیر را از بیدادگر ستاند. شب اسبش را در آغل یک روغنگری شناسش بسته خود در مهمانخانه او خواب کرد و پگاهی در قاضی خانه حاضر شد. محله های شهر بلجوان قشلاقچه های جداگانه جفسی را می مانند که در بلندی ها روی تل ها واقع شدند. از لب سرخاب به پای قلعه و از پای قلعه به طرف شمال شهر را میانبر کرده کوچه اساسی می رود. طرف راست کوچه بلندی است، طرف چپش پستی بوده به دره تلخک فرامده می رود. در بلندی های طرف راست محله های غریبکان، نمازگاه، گوردره جای گرفته، بر روی تل های طرف چپ یا در پای آنها محله های ترکان، ازبیکان، همرادیان واقع می باشند. نمازگاه با مسجد کلان سفید سنگینش میدان نسبتاً وسیع بالای جری را اشغال کرده است. قاضیخانه هم واقع در یک طرف نمازگاه و عبارت از خانه کلان ایواندار است که به صحنش یک چند بیخ
توتی پیر و جوان سایه انداز می باشند. قاضی مرد بخاری خامفربی و سرخگونه و سرخبینی از در حولی خود که در آن نزدیکی بود برآمده آمد. در تگ توتها 3-4 نفر اهل حاجت مردان و زنان منتظر نشسته بودند. با نمایان شدن قاضی همه‌شان یکباره از جا برخاسته به وی سلام کردند. وی با آنها اعتنا ننموده سلامها را خواهم نخواهم علیک گرفته به ایوان در آمده نشست. فراش ایوان را تازه رفته آب زده بر روی نمد یک قبط کرپچه انداخته مانده بود. قاضی در کرپچه 4 زانو زده مرافعه سر کرد. واسی که از همه اول آمده بود در روبروی او به بوریا زانو زد. کیستی تو؟ چه عرض داری؟ پرسید قاضی. وقتی واسی گفت که از متولی مزار خواجه بلجوان دعوای پول دارد، آدمها جنبشی کردند و بیش از پیش آرام شده سراپا گوش کردند. ایشانی قاضی چشمانی بادامیش کلانتر گشاده شده این دفعه به گوینده نظری مراقناک و تعجب آمیزی افکند. دعواگر واقعی 55 تنگه را با سوزی دل نقل کرد. از حاضران پس نداهای حیرت بلند می شد. آنها سید اسرار را نغز می شناختند و حاضر کوشش می کردند یگان کلمه واسی را نشنیده نمانند. نقل واسی برایشان از واقعی زنگیری حضرت شیخ هم غلطی تر بود. قاضی به سید اسرار آدم فرستاد. تا برگشتن آدمش ارزی دیگر اهل حاجت مطالعه و مرافعه کرده شد. واسی بوریای شریعت را برای آنها خالی نموده خود در کنج انتظار نشست. سید اسرار سواره با 2 نفر مرید یا که ملازم خود حاضر گردید. تیغ نگاهش را به سوی واسی جلای داد و با یاری همراهانش از اسب پیاده شده تسبیح در دست و سله کلان سفید بر سر با وقار و تمکین از بالای نمد جای گرفت. به خلاف انتظار حاضران قاضی به شیخ چندان التفاتی هم نمی کرد. با فرمان او واسی سخنانش را تکرار کرد. نفرت وی نسبت به سید اسرار در حضور شیخ باز هم عیانتر شده از هر یک کلمه صدا می داد. حاضران کوهستانی اهل شهر و دیهات که اکنون شمارشان به 12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را بر رویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسی در آخری سخنان علمناک و شورانگیزش به قاضی. اگر این آدم حق خود مرا میخورد من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را بی این هم بسیار میخورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده حق یک پیرزنی بیکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این بی انصافی به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهراً به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیت خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اثنای سخن واسی به خود حالتی مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیش راست کنان دعا میخواند مراجعت نمود. شما چی میگویید؟ سید اسرار دعایش را تمام کرده در غایتی حلم و فروتنی دستی بر رویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و حبیسان بار اول نیست که تهمت میشنوم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خواب دیده است یا هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. آنها همین مریدانش میدانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت واسی. باز 2 نفر دیگرشان هم بودند. در پشت در حجره ایستاده گپ ما و شیخ را میشنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار میشوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیند آن گرد را با زبانشان میلیسند تقصیر. قاضی به مریدان نگاهی سوال‌آمیز کرد. تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان،
غورید یکی از آنها: ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دوم دیده ایستاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر. داد زد شریک وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واصی داشتند پنهان هم نمی کردند، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واصی گفت: شاهد نداری؟ دعوایت باطل. واصی به تنگ آمد، در ماند. مانند کسی طاقتش طاق شده یکی به پا خیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: های مردک، تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخواد که دینت ایمانت را به 55 تنگه فروشی. ای صدقه آن صله آن تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند. به قاضی روی آورده گفت: تقصیر این حبیس به من نه این که فقط بهتان زد، بلکه خودتان شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من به وی دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشید سزای حقارت کننده را دهید. ایمانت رود. دست افشاند قاضی. دعوایش را باطل کردم. شما سفید شدید که باز چی؟ به واصی گفت: رو، مرافعت تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعت تمام نشده بوده است. واصی منزلش خانه روغنگری آشنا را به قاضی گفته بود. از عقیبش به آنجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نمازی دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه‌اش طلبیده در مهمان خانه خود قبول کرد. هری نگی نکرده پول را برارید. یک باره بی مقدمه گفت به شیخ: یقین دارم که شما از واصی پول را گرفته اید. وی بی‌درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم. آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد. به شما همین قدرش بس است. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر آخر من از وی پول نگرفتم. نخواد که من گپ کوتاه کنید. برارید. کفی دستش را کشاده سخن شیخ را برید قاضی: من پول را به واصی میدیم. با همین تمام و سلام. حق به حقدار میرسد و آبروی شما هم نمیریزد، آبروی من هم. با واصی تعیین میکنم که این سر را پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودند قاضی با زبان الفتی علاوه کرد: شیخ نشده مرید شما. دختری میرانشاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حقی بیورا میخورید می. شما از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول ماندید چی بلا؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه اش پول ندارد، از خانه داده میفرستاند. بعد پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاه روزی واصی به نمازگاه آمده بود که ملازم او را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را. گفته قاضی همیان تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واصی. نخواد که شیخ با انصاف آمده باشد. و این پول را با آن بیوزنی که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکاب. به کمپیر برده رسانه دم گشتن گیر. براستی که این قاضی برخلاف همکسب های دیگرش از انصاف و حقیقت بیگانه نبود. احد خان از بیک بلجوان حاجی برهان
ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمدی قضایی نمیداد. به بالای این وی به امیر نو هم پیشکشی ارزنده نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگه پول از پای نغز، غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیکی بلجوان باشد، بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگه بیش نبود. شاه محمد قوشبیگی و محمد شریف دیوان بیگی به مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبیگی میخواست بجای او خواهرزاده اش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کناند. اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری باز دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود. به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقیهای دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند، چوپانهاشان را بسته زده چندی را معیب کردند و حتی 1 نفر را کشتند. مرقه ها به بیگ بلجوان عرض کردند، اما وی برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیک نو میرزا اکرمبای میراخور حواله نمود. میراخور در رکاب 30 نفر نوکر و خدمتگار با کروفری تمام عازم کوهستان کردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده 1 شبانه روز میهمانی آستان قوشبیگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاص امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست، او را خوش قبول کرد. آستان قل برای آنکه به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولتی می باشد، به وی قلعه خود و آنچه را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پرآشوب و خونین این قلعه خیلی چیزها شنیده باشد هم پیشتر به آن هیچ ندرآمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نیمرده کنده بپا و زنجیر و زولانه بگردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودند به میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا وی این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه 1 بار و 2 بار دیده عادت کرده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه عجایب آستان قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انباری بزرگ مانندی داشت. در وی صندوقهای تنگه و جواهرات، ظرفهای گوناگون طلای و نقره، ساعتهای خیل بخیل، میزها، کرسی و کریسلاهای ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبهای رنگ برنگ، کارد و خنجرهای زمرد نشان و با 100 گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالای هم بی ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشم حرص و حسد می نگریست. آنها را دست کرده می دید. شب آستان قل با مهمان خود خلوت آراست. به تگ مهمان 3 قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده خودش در دمی دریچه مهمانخانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نقض نمی دید. از روی عادت خود روی نمد یا گلیم می نشست. اصلا در بارگاه مهمانخانه گچکاری او غیر از 2 نمد کلان نیم داشت، 2 لوله بالشت و 1 میز پس با دوات و قلم چیزی دیگری دیده نمی شد. قوشبیگی به بیک نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت‌های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفت او. در حق این مردم سختگیر بودن لازم.
آخر این ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامان مایند. ما هرچی فرماییم آنها باید که لبیک گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قل و قال دهند. این خلق نیمیابایی، جاهل و غافل به یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند گوییم هم می شود. فقط ما نمایندگانی قوت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده ایستاده ایم. میرزا اکرم بای سخنان آستانقو را می شنید و خیالش در جای دیگر بود. بای 200,000 تنگه در وقتش به حاکمی کرمین احد خان اینهام شده، اسبی فلاسومه با زین تلاکاری و ابزال نقرگین باز هم به همین احد خان پیشکش شده، پلهای بسر و لباس و زیب و زیوری زیبی صرف گردیده، 150 تلای نقدی به بدل یرلیق میراخوری به اودیچی امیر داده شده را فکر می کرد. به دلش می گفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیگ در جواب سلام و تعظیم‌های تملق‌کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوانخانه و حولی‌های استقامتی ندر آمده، اول در 3-4 جا به بالای دیوار قلعه برآمده به اطراف نظر انداخت. گویا می‌خواست به یک بار همه ولایت‌های کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریک کوه، یا درسترش در شخی بلندی بر بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر. دره دراز و فراخی با سنگلاخ‌هایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهری سنگین و کلوخین بلجوان به 2 ساحل دریا در فراز و نشیب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوه‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومه من، با فخر و غرور به دلش می گفت میرزا اکرم بای میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر محکمتر است. فرمان اولین بیکینو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کنند. آنها به زودی حاضر شدند. از گوسفندان دوز برده پرسش و پاسخ به میان آمد. معلوم شد که سردار دزدان تغیلچی کولابی هر یک دستبردی دزدی خود را با حاجی برآن حاکم به هم می دیده است. از همین سبب حاجی برآن عرض صاحبان رمه به یغما رفته را نمی شنیده یا شنود هم رسیدگی نمی کرده است. بلای! با حسدی نهانی در حق بیک سابق می گفت میرزای قاری به دل خود، توانسته است، باید از توغی بسیار چیز و مال رویانده باشد. وی دولت قراول بیگی را طلبیده با او یکه به یکه صحبت آراست. پرسید که اگر وی یعنی بیگ فرمان دهد دولت دزدان را یافته می تواند یا نه؟ فرمان از شما، فرمانبری از ما. کفی دست بر سینه زده به خدمت حاضر بودنش را اظهار کرد قراول بیگی شجاع. فرمان در خود همان جا صادر شد. دولت باید که شبانه چراگاه لقی‌ها را تاخته، قطنهاشان را پخش کرده گوسفندان را به این طرف هی کند. از این کار شخصا به خود قراول بیگی هم بوی نفع کلان می آمد. بنابراین وی بی تأخیر و مساهله به اجرای فرمان کمر بست. شبانه وی با 20 سرباز نامعلومک به طرف سرحدی ولایت‌های کولاب و خرغان تیپه همسایه حرکت کرد. قطن‌های در کاری را یافتن دشوار نبود. چوپان‌های لقی هم البته با سربازان یراقدار قراول بیگی قدرتی سرپنجه زدن نداشتند. آنها با آسانی بسته شدند. شب دیگر کمابیش
3000 سر گوسفند به قلمرو بیک بالجوان گذرانیده و در کوه پنهان کرده شد. به این طریق تاوان دزدی 10-12 نفر هم قبیله راهزنهاشان را لقیهای بیچاره بیگناه کشیدند. با امر بیک 1000 سر گوسفند به مرقه های تاراج دیده تقسیم کرده شد. 2000 سر در بین بیک و سرکرده او تقسیم یافت. بیک 1800 سر گرفت. باقی 200 سر مزد خدمت قراول بیگی گردید. گوسفندان را به شمال به سرحد قراتگین برده به رمه های دولت همراه کرده ماندند. لقای های غارت شده کولاب داد گفته تا بخارا رفته باشند هم دادشان به جای نرسید. زیرا بیگ در نامه خود به امیر همه آن لقای ها را دزدی غارتگر به قلم داده، سرشمار گوسفندان مصادره شده را هم 1000 سر نشان داده و صاحبانشان به مرقه ها گردانده داده شدن آنها را عرض بندگی نموده بود. تصدق سر مبارک اعلی حضرتم سیدم مولایم شوم نوشته بود او به امیر: از دولت همایونی این غلام ریزاجوی به بالای لقی های دزد برآمده گوسفند و چیزهای دزدیده‌شان را با اجازت عالی گرفته به صاحبانشان داده، فقرا و رعایا را دلداری کرده به امر دولت عالی دعا گرفته وجهش را عرض بندگی می نمایم. به علاوه بیگ التماس می کرد که امیر لقی های به عرض رفتگی را تنبیه کند و جزا دهد، زیرا آنها همه اغوا پیشه و کذاب و بدحرکت و دزدان راهزن می باشند که اگر امیر به عرض و دادشان گوش دهد خویش و اقرباهایشان جسور می شوند و باز زیادتر دزدی و راهزنی می کنند. از روی تعامل املاکداران و دیگر عملداران ولایت هر روز به بیک نو تحفه و بخشش ها می آوردند. در سر هفته دوم وکیل مالیات بیک به عرض رساند که در خزینه شخصی وی 240,000 تنگه نقد جمع شده است. گوسفندان به این حساب نمی در آمدند. به این طریق میرزای قاری در یک چند روز بیکی خود همه پولهای در طلب منصب خرج کردهش را 2 چند و 3 چند برآورده گرفت. اما این حالا فقط فطیر از نوگ خمیر بود. از نظاره دشت ها، ادیرها، دامنه های کوهساران چشم حلاوت می برد، دل می بالد. آنها در این فصل گندمپزی همه زرنگار شدند. در همه جانب غلزارهای طلارنگ در شعله آفتاب گرمتاب می درخشند. گندمی رسیده گویا از گرمی آفتاب شلپر شده پینک رفته سرکهای وزنین خود را خم نموده است. گاه گاه نسیمی سبک پرواز کوهستانی بال افشانده با زمزمه لطیف خود سیله های گندم را از پینک شیرین بیدار می کند و نازک نازک الوانج داده می رقصاند. بوی دلاویز آن را پریشان نموده به دماغی درفگران و خرمنکوبان می رساند. در این فصل پرفیض زمزمه آبشاران، چشمساران، نهر و سایه های شوخی کوهی که در دره ها تنین انداز است و خانشی پرقهقه کپکای دری که گاه از اینجا و گاه از آنجا بلند می گردد عجب نشأه‌ای دارد. با این صفتهای طرب‌انگیز و روح نواز ترانه میدخانی خرمنکوبان جور می گردد. گندم بالجوان به خوبی مشهور، نانش بسیار بامزه و خوشگوار است. در بین کوهستانیان چنین مسئله هست: وقتی که آدم و حوا از بهشت رانده شدند بسیار عذاب کشیدند. سراسر جهان را گشته مکانی خوشاب و هوا و حاصل خیزی را برای زیستن جستجو نمودند، اما نیافتند. به هر طرف که نگاه میکردند ریگ بود و بیابان یا جنگل بود و باطلاق. عاقبت از پیش آنها آمو برآمد. از آمو گذشتند به وخش آمدند. از وخش گذشتند به بالجوان رسیدند. دیدند مأوای بس خوش و دلکش، همه جا آبشار، سبز و خرم، هوایش سلقین و فارم. گفتند بهشت اینجاست.
خدا ما را از 8 بهشت خود راند. ما در اینجا بهشت نهم یافتیم. اما آن وقتها در بلجوان غله‌کاری رسم نبوده است، خوراکواری کمچین بوده است. آدم و حوا بسیار سختی کشیدند، ریشه و پوسلاقی درختان را خورده زندگی کردند. در آخر خدا به آنها رحمش آمد و برایشان از بهشت جفتی گاو و گندمی تخمی فرستاد. دویشان زمین راندند، گندم کاشتند، به دهقانی سر کردند. تابستان از گندم حاصلی فراوان برداشتند. از همان وقت این جانب گندم بلجوان به خوبی و خوشمزگی مشهور شد، زیرا که تخمش از بهشت آمده بود. آدم و حوا نان گندم را خورده در این دیار 1000 سال دیگر زیستند. شما گفتاری 23 رو از روی رمانی سوتی ملغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.